پیغمبر خدا میگد بر صحابه ها گفته بود است آیا شما میدانید که معیشت زنکا چیست؟ صحابه ها گفتند الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر او داناست، ما از کجا میدانیم که معیشت زنکا چی هست؟ معیشت زنکا ترجمه تحت اللفظی چی میشود؟ زندگی تنگ. پیغمبر خدا گفتند عذاب الکافر فی قبره. این معیشت زنکا، این زندگی تنگ، رسول الله گفت که خداوند مطلبش از این آیت این است که عذاب قبر هست برای انسانی که از دنیا به ایمان میگذرد. حتی حدیثی هم در باب این بر شما گفته گذاشتیم که رسول الله قسم خوردن والذی نفسی بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان پیغمبر شما در دست اوست، انه لیسلط علیهم 99 تنینا. رسول الله گفته بود قسم به خدا، قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، برای آدم کافر، برای آدم بی ایمان در قبر خداوند 99 تا تنین آماده میکند. اتدرون ما التنین؟ باز پیغمبر سوال کردند آیا اصحاب من تنین میدانین چی هست؟ صحابه باز گفتند تنین ما نمیدانیم پیغمبر، تنین چیست؟ رسول الله گفتند 99 مار است. تنین این مار را میگویند. گفت پیغمبر خدا که 99 مار در داخل قبر او جایگیر کرده می شود و هر یک مار، رسول الله گفتند، من دیگر متن حدیث به شما نمیخوانم، هر یک مار رسول اکرم گفت که همین 99 ماری که در داخل قبر شما هست، هر کدام او باز صاحب 9 سر هستند. از هر یک سر بر همون انسانی که در دنیا حق بندگی خدا نشناخته است، از هر یک سر بر او عذاب میکنه. اینم چی است؟ اینم دلالتی میکند که عذاب قبر حق است. همین جنونی خدا رحمت و مغفرتش کند در یک نظم در آورده است همین آیات هایی که الحال به شما خواندم که خداوند گفته بود از هر کسی که از عبادت من پشت میگرداند برای او معیشت زنکاست، یعنی برای عذاب قبر هست. وقتی که انسان میگه در دام همین آیت، انسان وقتی که روز قیامت سر از خاک میبردارد نگاه میکرد که چشمش نابیناست، چشمش کور است، و سوی خداوند ناله میکرد از خدایا من در دنیا چشم بینا داشتم. خداوند میگفت از بله تو چشم بینا داشتی، لیکن چشم تو چنان بینایی بود که قرآن تو ندیدی، تو بندگی خدا را ندیدی، تو مسجد ندیدی، تو یعنی عبادت خدا را که نکردی، امروز چشمهای تو باعث همون کور شده است. و همچنان بنده ای که اگر مثل تو سفر میکند و نزد من میآید همچنان معامله بر او میکنم. همین مولوی جنون در نظمهای خود در آورده است زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا و فردا حشر سازم زیشت و اعما. زی زیری خاک خیزد دیدش کور، سیه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همان بنده به مولا که حکمت چیست چشمم کردی اعما. و دنیا داشتم دو چشمی روشن، بکردی کورش ای دارنده ای من. بنده همتا یک شکایت یک ناله به سوی خدا میکرد است. خدا گوید ای مخلوق نادان، خدا گوید ای مخلوق نادان، و دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. زی ذکری ما شدی تو روی گردان، به امر نفس و با فرمان شیطان. و دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. این خداوند بر بنده می گفته است و دنیا کرده ای ما را فراموش، در دنیا ما را فراموش کردی. ما یک خدای مهربانی تو بودیم، تو همین قدر بزم بی بندگی تو بدبختی و رسوایی باز ما تو را صاحب خانه کردیم، ما تو را صاحب فرزند کردیم، دسترخوان تو را باز خالی نکردیم، شکم تو را در همه حالت سیر کردیم. تو همه این دیده که عبرت نگرفتی، ما را در دنیا که فراموش کردی، منم سازم تو را اینجا فراموش. اینجا تو هم از من فراموش میشوی.
مادامی که بنده از در فراموش خدا که غلطید، حال خودش بداند که چی می شود. فراموش کردن خدا معنای این را دارد که بنده از رحمت خدا دور می شود. غضب خدا بر بالای او بنده چیکار میکند؟ می بارد. وای به حال او بنده ای که در اون زمان این خطاب الهی به سوی او همچنان می رسد. عایشه رضی الله عنها دختر ابوبکر صدیق زن رسول اکرم میگوید سألت النبی عن عذاب قبر. پیغمبر خدا را بار پرسیدم که پیغمبر خدا آیا در قبر عذاب هست؟ قال نعم عذاب القبر حق. میگد جناب رسول الله و جانب من گشت گفت عایشه عذاب قبر حق است، در قبر عذاب هست. عایشه در دوام این حدیث میگوید فما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ذلك صلى صلاة الا تعوذ بالله من عذاب قبر. پیغمبر خدا میگوید، حضرت عایشه میگوید که دائما پیغمبر خدا را بعد آنی که از عذاب قبر پرسیدم، دائم که میدیدم نماز که انجام میداد، نماز که بود میکرد، دستاش میبرداشت به سوی خدا و میگفت اللهم انی نعوذ بک من عذاب قبر. خدایا از عذاب قبر به سوی تو پناه طلب میکنم. میگه دائما دعای پیغمبر بعد نمازش همین بود. این حدیث هم چی است؟ دلالت بر این میکرد که عذاب قبر حق است. ابو هریره را نظر میکنیم، حضرت چی گفتند؟ گفتند شنیدم از پیغمبر خدا که میگفت اذا فرغ احدكم من تشهد الاخر فلیتعوذ بالله من اربعه. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا بر ما گفت هر وقتایی که نماز که انجام دادین، التحیات آخری نماز که خواندین، یعنی مقصد که نماز تمام کردین، از 4 چیز به سوی خدای خود پناه طلب کنید. من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیاء والممات و من فتنة المسیح الدجال. پیغمبر گفت این 4 چیز کدام است؟ یکم از عذاب دوزخ به سوی خدا پناه طلب کنید، دوم از عذاب قبر به سوی خدا پناه طلب کنید، سوم از فتنه هایی که در دنیا هست از اینها پناه طلب کنید، چهارم از فتنه ای که دجال میبراید که نشانه آخری زمان است، از فتنه های دجال هم به سوی خدا پناه طلب کنید. عایشه صدیقه میگوید پیغمبر خدا گفتند به درستی این که قبر انسان را میجقد، از برای قبر جقیش است و تنگ شدن بر بنده مؤمن است. لو نجا احد منه لنجا سعد ابن معاذ رضی الله عنه. رسول اکرم در دوام چی گفته بود است؟ اگر از جقیدن قبر، اگر از عذاب قبر یک آدم نجات میافت، هر آینه سعد ابن معاذ نجات میافت که همین سعد ابن معاذ هم در جقیش قبر مبتلا شد. سعد ابن معاذ اولا من به شما شناس کنم که سعد کی بود؟ سعد ابن معاذ صحابه کرام پیغمبر خدا بود. وقتی که همین سعد از دنیا گذشت، ببین قبر چگونه آدم جقیدگی است. از خودمان ما و شما خلاصه ببراریم که ما و شما حالمان چی میشیده باشد. وقتی که سعد از دنیا گذشت، حضرت جابر میگوید خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى سعد ابن معاذ. وقتی که سعد از دنیا گذشت، پیغمبر خدا را خبر دادند که سعد از دنیا گذشت. جابر میگوید من همراه پیغمبر خدا به خانه سعد برای آماده کردن او برای جنازه و دفن کردن او رهسپار شدیم. وقتی که میگه داخل خانه او شدیم و بر او تعزیه بیان کردیم، وقتی که رسول اکرم سعد را میگه به گوریستان آوردن و رسول اکرم خود سعد ابن معاذ در قبر گذاشت، میگه جابر سبح رسول الله صلی الله علیه و سلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا.
حضرت جابر میگوید وقتی که رسول اکرم در قبر گذاشت سعد ابن معاذ و به طرفی میگه سعد نگاه کرد و تسبیح گفتن سر کرد، یعنی سبحان الله سبحان الله الحمدلله. میگه رسول اکرم چنان طویل کرد، یعنی چنان درازی گفت که ما هم از پی پیغمبری خدا تسبیح ها را میگفتیم. ثم کبر، بعد از این میگه تسبیح ها را باز گذاشت و با تکبیر گفتن میگه سر کرد. الله اکبر الله اکبر. میگه رسول اکرم جل جلاله با آواز بلند میگفت، ما هم از پسش میگه گفتیم. وقیل یا رسول الله لما سبحت ثم کبرت. حضرت جابر میگوید گفتیم پیغمبری خدا چرا اول تسبیح گفتی بعد باز تکبیر گفتی؟ رسول الله میگه به جانب ما گشت در حالتی که چشمهایشان میگه پر از آب بود، گفت قبر این بنده صالح یعنی سعد ابن معاذ جقید. این تسبیح و این تکبیری که من گفتم باعث این بود که حتی فرج الله عنه، تا وقتی که قبر سعد سر نداد من از تسبیح و تکبیر باز نایستادم. ببین این سعد کی هست؟ سعد رسول الله گفت که وقتی که از دنیا گذشت تمام دروازه های آسمان گشاده شد. در جنازه سعد رسول اکرم حدیث صحیح مبارکش است 70,000 پیغمبر 70,000 ملائک از آسمان در جنازه سعد اشتراک کردند. ببین 70,000 ملائک که در عذاب قبر در کتاب مشکات در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد این حدیث وارد شده است. رسول الله گفت که حتی عرش الهی میگه در جنبش در آمد وقتی که سعد از دنیا گذشت. روز میگه حضرت برا ابن عازب میگوید اهدیت للنبی صلی الله علیه و سلم حلت و حریر. یک روز میگوید بر پیغمبر خدا یک لباس ابریشمی دادند، یعنی لباس ابریشم خیلی نرم است، خیلی ملایم است. در اون زمان ها صحابه ها و پیغمبر خدا لباس ملایم کم میدیدند. لباس ملایم میگه هدیهش کردند. تمام صحابه می آمدن لباس ملایم به دستشون میقپیدند. در تعجب ماندن که این چگونه لباس ملایمی خوب است. رسول الله میگه به جانب اونها گشت گفت قسم بر آن ذاتی که جان امین پیغمبر شما در دست اوست، یک روی مالچه سعد ابن معاذ در جنت بهتر است از این ابریشمی که بر من هدیه کردن. یک روی مالچه سعد بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیاست. همین سعد ابن معاذ با همین قدر فضیلت در جکش قبر چکار کرد؟ دوچار شد. علی قاری در شرح همین حدیث چی میگه؟ میگه برای چی این قدر بنده صالح که باشد چرا قبر حضرت سعد جکید؟ میگوید حضرت شتربان بودن، شتری بسیار داشت. وقتی که میگه در میدرآمد همون پیش شترهاش میگه پیشاب که میکرد پیشاب شتر در بدن سعد میپرید، لیکن سعد بر من اهمیت نمیداد. برای یک پیشاب شتر که در بدن سعد میپرید شاید که سعد را حس نمیکرد یا شاید که اهمیت نداد، از حساب همین چکار کرد؟ قبر حضرت سعد جقید. پیغمبر خدا گفت استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. ای امتان من از چکیدن بول در لباس هاتون پرهیز کنید، زیرا که اکثر عذاب قبر از چکیدن بول در لباس های شماست. بین از این خاطر ما و شما این عادت ما و شما نیست. آدم مسلمان، آدم مؤمن وقتی که پیشاب میکند خودش را حتمی قاق میکند، و بعد او استنجا میکند تا که به این عذاب چکار نکند؟ دوچار نشود. به آسانی در اونجا جواب منکر و نکیر میگوید خدای من همان خدای هست که یک و یگانه است، پیغمبر من محمد بچه عبدالله است و دین من دین اسلام است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان